بار سلام و احترامات خدمت تمام شما بینندگان عزیز در هر کجایی که هستین. امید است که جور و صحتمند باشین. قیس عزیزی هستم و میخوایم که برای شما یک گوشه از شهر کابل نشان بدم. البته در همین جریان هم میخوایم که کم سودا بگیرم به خاطر آماده ساختن منتو که باز در خانه براتان بانو عزیزی منتوی بسیار خوشمزه تهیه کنه. امیدوار هستم که از ویدیوی ما خسته نشین. چینل ما را فراموش نکنین سابسکرایب کنین، زنگوله را فشار بدین و با دوستایتان شریک بسازین تا یک حمایتی از ما باشه. این یک نقطه از شهر کابل است به نام دشت برچی که ما خودمون در اینجا زندگی میکنیم. بسیار یک ساحه پر جمع و جوش و بسیار یک ساحه خوب است. تمام سودای از قبیل خوراک کباب، پوشاک، هر آن چیزی که بخواین در این ساحه دشت برچی پیدا میشه. هر آن کسی که در اینجا زندگی میکنه هیچ ضرورت نداره که به کوته سنگی و یا شهر به خاطر خریدن سودا بره. به خاطر هر آن چیزی که شما بخواین در اینجا هست، از البسه گرفته تا خوراک، هر آن چیزی که بخواین و قیمتش هم با قیمت کوته سنگی و شهر تفاوت نمیکنه. شاید بعضی چیزا حتی ارزان‌تر باشه در اینجا دیگه. فقط یک مشکل داره که کم بیروبار است، به خاطر که سرکاش بسیار خرد است، از خاطر کم بیروبار است. البته شما معذرت میخوایم که صدایم کمی گرفته است. امید است که صدایم خسته نشین به خاطر که فصل زمستان است و یک مقدار از طرف صبح و از طرف شب هوای کابل آلوده میشه و به خاطر همین آلودگی هوا معمولا مریضی ها زیاد می باشه. ما هم کمی گلودر هستم دیگه. امید است که از صدایم خسته نشین. سلام علیکم. خوب هستیم برادر؟ خیر هستین؟ شکر. یک نیم کیلو گوشت سرخی گوساله کار داشتم. درست کنین؟ نیم کیلو شب؟ از جانا نیم کیلو. گوشت کیلو چند است؟ سرخی 4.5 است یا که بسخانده است؟ خواه بسخانده. یک 250 رو پرابانه. بالا گوشت باید برای ما چرخ کنیم. درست است برادر خان؟ همی یک پیاز کفایت میکنه برای من تو است. باز دیگه پیاز چه پسند اضافه میکنه. گوشت پاک صفا میشوین. تشکر برادر عزیز. چند شدک ایسی چرخش؟ آمدیم ترکاری خریدن. بخیر سایه دشت برچی نقاش
سلام علیکم. چال دارین؟ خوب هستین؟ بخیر هستین؟ شکر جور بخیر هستین. ما 1 کیلو پیاز کار داشتم. بر من لطف کنین بدین. پیازا نام خدا خوب پیاز خوبش از پیاز کجا هست؟ پیاز جلابات هست؟ بسیار خوب. رومی کجا در زمستان؟ از ایران میه؟ بسیار خوب. یک دسته گشنیز بتین. خوب یک دسته تازه ایشه. یک دسته هم نانا بتین. دیگه چکی خوبش دارین؟ چکی ماسی؟ چکی غزنی هست؟ 1 کیلو چکه هم بر ما بده. این کلام زردک هست دیگه برای کسایی که قابلی خور هستند یا قابلی خورها دیگه زیاد از کلام زردک استفاده میکنن. نام خدا در این زمستان چه خوب ترکاری تازه فریمان هسته. ترکاری از جلال‌آباد میه. بسیار خوب. جلال‌آباد دیگه همیشه بهار است دیگه. بله 1 کیلو چکه بر ما لطف کنین. دیگه بر فعلا چیز کار نیست. مولی از کجا میایه؟ مولی سفید از جلال‌آباد. عموما دیگه ترکاری از جلال‌آباد میایه. بسیار خوب بسیار خوب. قیمت ها چطور است در زمستان؟ بالا رفته؟ به خاطر زمستان است دیگه. باز در فصل بهار ترکاری از میخوره کابل است؟ بسیار خوب. بسیار زیاد تشکر. حالا قندم چند شده کلکی؟ سلامت باشین. 130 روپه. بازم یک جان تشکر. قربانتان سلامت باشین. خب ما سودای ما را گرفتیم بخیر. نام خدا منطقه ما سودا فریمان نزدیک خانه هر سودایی را که بخواین پیدا میشه. حالا به خانه رسیدیم. میریم به طرف پخته کردن منتوی ما. سلام دوستان و وطندارای عزیز. من بانو عزیزی از طریق چینل هنر در خانه در خدمت شما هستم. امروز میخوام برای شما عزیزان یک هوسانه مزه‌دار افغانی پخته کنم. از شما عزیزان خواهش میکنم تا آخر این ویدیو ما را همراهی کنین. لطفاً قبل از دیدن این ویدیو به خاطر حمایت از ما چینل ما را سابسکرایب نبوده و زنگوله را فشار دهید و ویدیوهای ما را همراه دوستانتان شریک سازید. برای آماده ساختن منتو به این مواد ضرورت داریم: آرد سفید، آب، نمک، روغن مایع، گوشت چرخ شده، پیاز، سیر، گشنیز تازه، نعنای تازه. برای آماده ساختن قرمه منتو بدال نخود، راب، پیاز، سیر، زردچوبه، مصالح قورمه. در ابتدا میخوایم خمیر منتو را آماده کنم. دوستان عزیز، آرد را در تشت خمیر حلق میکنیم. به خاطر که خمیر ما نرم و لطیف بیاید روغن هم اضافه میکنیم. 2 قاشق نمک هم اضافه میکنیم. به تعقیب آن آب را اضافه کرده و خوب مکس میکنیم تا خمیر آماده شود.
دوستای عزیز، امروز پدیگک های نازنینم هم مرا در آشپزخانه همراهی میکنند. خب دوستای عزیز، خمیر ما آماده است. تا وقتی که مواد منتوی ما آماده میشه خمیر را استراحت میدیم. پیاز مورد ضرورت منتوی را با مکسر میده میکنیم. طوری که میبینین پیاز نباید زیاد میده شود. کراهی را سر گاز مانده کمی روغن اضافه میکنیم. به تعقیب آن گوشت چرخ شده را در کراهی میندازیم. و مدت چند دقیقه سرخ میکنیم. طوری که میبینین گوشت ما خوب سرخ شده. حال وقت است که یک قاشق نمک در آن اضافه کنیم. مقدار پیازی را که از مکسر کشیدیم کمی آن را بالای گوشت چرخ شده اضافه میکنیم. به مقدار یک قاشق زیره و سیر را نیز علاوه میکنیم. خوب مکس میکنیم تا کمی سرخ شود. و وقتی که گوشت ما و پیاز ما کمی سرخ شد آتش را خاموش میکنیم. یک قاشق مرچ سیاه و مطابقی پیاز میده شده را با آن اضافه میکنیم و خوب با هم مکس میکنیم. دوستای عزیز، مواد منتوی ما آماده است. بعد از اینکه مواد منتوی ما آماده شد قرمه دال نخود را آماده می کنیم. در دیگ بخار یک ملعقه روغن میندازیم. وقتی روغن ما کمی داغ شد پیاز را می اندازیم. پیاز را سرخ میکنیم تا وقتی که طلایی شود. وقتی که پیاز ما طلایی شد سیر به تعقیبش اضافه میکنیم. یک قاشق زردچوبه، بعد از کمی شور دادن 2 قاشق روب را اضافه می کنیم برای چند دقیقه روب ما سرخ شود. بعد از این که روب ما کمی سرخ شد 2 قاشق نمک می اندازیم. دال نخود را که قبلا شستیم با آن اضافه می کنیم. و 2 گلاس آب
اضافه میکنیم. وقتی لعاب دیگ ما به جوش آمد، سرپوش دیگ را بسته کرده برای 10 دقیقه بقان میدیم. گشنیز تازه و نعناع تازه را به خاطر انداختن در روی منتو میده می کنیم. دوستای نازنین، حال وقت آماده کردن منتو است. خمیر ما آماده است. خمیر را به تاته‌های خرد سواله می کنیم. بعداً خمیر را از ماشین آش می کشیم. خمیر را که از ماشین آش کشیدیم به توته‌های 4 کنج برش می کنیم. مواد منتو را داخل هر توته میمانیم. بعداً خمیر را به شکل زیبا بسته می کنیم. بعد از جور شدن منتوها را به روغن زده و داخل دیگ میچینیم. دوستای عزیز، به خاطر از اینکه ما داخل دیگ منتو را روغن نزدیم، با او خاطر خود منتوها را در روغن میزنم که با هم نچسبن یا در داخل دیگ نچسبن. وقتی دیگ منتوی ما پر شد، کف دیگ را آب انداخته سر گاز میمانیم تا به جوش بیاید. و متبقی خانه های دیگ منتو را بالایش میمانیم. با مدت 20 دقیقه تفت میدیم. دوستای گلم، منتوی ما آماده است. طوری که میبینیم بسیار مزه‌دار معلوم میشه.
حالا میخوایم منتوی ما را برای نوشجان کردن بکشیم. به خاطر منتوی ما قیجان برایم چکی ماستی غزنی آورده که بسیار خوشمزه است. دوستای نازنین، امید است که من را تا آخر ویدیو همراهی کرده باشین. حمایت شما افتخار ماست. برای ما قوت میده که ویدیوهای خوب و زیبای دیگری برایتان آماده بسازیم. لطفاً چینل ما را سابسکرایب کنید و زنگوله را فشار بدین. ویدیوهای ما را لایک کرده همراه دوستانتان شریک کنید. تا ویدیوهای بعدی اوقاتتان خوش و زندگی به کامتان باشد. خداحافظ.